کیلومتری جنوب شرقی شهر زایدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است و پاکستان هم مرز است. چه کسانی هدف حملات بودند؟ طی چند دهه گذشته تعداد سازمان‌های جدایی طلب بلوچ در مناطق مختلف ایالات بلوچستان و پاکستان فعالیت داشته و مسئولیت حملات مرگبار متعددی علیه نیروهای نظامی و پلیس و تاسیسات مهم پاکستان را بر عهده گرفتند. جبهه آزادی بخش بلوچ BLF به رهبری دکتر الله نظر بلوچ و ارتش آزادی بخش بلوچستان BLA به رهبری بشیر زیب مهمترین سازمان های جدایی طلب بلوچ محسوب می شوند. در چند سال گذشته مقامات پاکستان تاکید داشتند که سازمان های جدایی طلب بلوچ دارای پایگاه امن در ایران هستند، نظارتی که ایران همیشه آن را رد کرده است. لازم به یادآوری است که پس از حمله امروز صبح ارتش پاکستان سخنگوی جبهه آزادی بخش بلوچ در بیانیه گفته است که این جبهه پایگاه و پناهگاهی در ایران ندارد. هدف ارتش آزادی بخش و جبهه آزادی بخش چیست؟ ما چی باز لکتی؟ ارتش آزادی بخش بلوچستان در اوایل دهه 1970 و در جریان شورش مسلحانه علیه اولین دولت ذوالفقار علی چیدک نخست وزیر وقت پاکستان با هدف پایان دادن به حکومت پاکستان بر این ایالات تشکیل شد. پس از مذاکرات رهبران ملیت‌گرایی بلوچ با دولت ضیاءالحق و پایان شورش مسلحانه این سازمان به حاشیه رفت و این همه انگام زمامداری پرویز مشرف رئیس جمهور سابق که نواب خیربخش مری رهبر ملیت گرایان در ارتباط با قتل قاضی نواز مری عضو دادگاه عالی ایالات بلوچستان در سال 2000 بازداشت شد، سازمان‌های جدایی طلب به یک رشته عملیات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی در مناطق مختلف بلوچستان مبادرت ورزیدند و با گذشت زمان این حملات افزایش یافت و به مناطق مختلف ایالات بلوچستان گسترش پیدا کرد. مسئولیت بیشتر این حملات را ارتش آزادی بخش بلوچستان بر عهده گرفت و در سال 2006 دولت پاکستان این سازمان را در فهرست گروه‌های ممنوعه قرار داد. در سالهای بعد این گروه به یک رشته حمله انتحاری مبادرت کرد و همچنین به خاطر مخالفت با حضور شرکت‌های چینی در طرح ارتباط مشترک با پاکستان هدف مرتبط با چینی ها را نیز مورد حمله قرار داد. در اوت 2008 ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت اولین حمله انتحاری را بر عهده گرفت. این حمله در نزدیکی دالبندن مرکز استان چاغی در نزدیکی مرز افغانستان روی داد و کارکنان طرح مشترک پاکستان و چین از جمله یک مهندس چینی هدف قرار گرفتند. در نوامبر همان سال 3 مهاجم انتحاری به کنسولگری چین در کراچی حمله کردند. جبهه آزادی بخش بلوچ نیز از سال 2004 در مناطق متصل به کمربند مکران بلوچستان فعالیت داشته و در سالهای اخیر مسئولیت عملیات مسلحانه متعددی علیه نیروهای امنیتی پاکستان را بر عهده گرفته است. در ژانویه 2022 افراد این سازمان به یک پست بازرسی ارتش پاکستان در شهر بندری گوادر در جنوب ایالت بلوچستان حمله کردند که در جریان آن 10 نظامی پاکستانی کشته شدند. عوامل مؤثر بر واکنش نظامی پاکستان چی بوده است؟ سید محمد علی از تحلیلگران سیاسی پاکستان در گفتگو با BBC گفته است که ایران در حال حاضر هم در داخل و هم از سوی حماس در غزه، حزب الله لبنان در لبنان و حوثی‌ها در یمن تحت فشار است. تحت فشار قرار گرفته تا علیه اسرائیل اقدام کنه. همه این کشور فعالیتی در این زمینه نداشته. به نظر او انگیزه حملات ایران به عراق و سوریه و سپس به پاکستان منحرف کردن افکار عمومی داخل از شرایط فعلی در خاورمیانه بوده است. به گفته دکتر کامران بخاری، کارشناس وابسته مؤسسه خطوط جدید استراتژی و سیاست مستقر در واشنگتن، پاکستان به این دلیل تصمیم گرفت با حمله نظامی به حمله ایران پاسخ دهد که نمیخواد ایران با پاکستان همان گونه رفتاری را داشته باشند که مناطقی از عراق را دارند. گروه های مسلح در سوی مرز. دکتر قندیل عباس، کارشناس روابط بین الملل، معتقد است که در مناطقی در دو سوی مرز مشترک ایران و پاکستان جدایی طلبان و شبه نظامیان مخالف حکومت‌های دو کشور مستقر هستند که چالش مشترکی را برای هر دو کشور ایجاد می‌کنند. او در گفتگو با BBC گفت که این اولین بار است که ایران به چنین عملیاتی در داخل پاکستان دست زده، در حالی که همزمان رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران گزارش می‌دهند که تمرین نظامی مشترک دو کشور طبق برنامه اجرا می‌شود. به گفته قندیل عباس، تنها مقامات ارشد دو کشور میتوانند این خبر را تایید یا تکذیب کنند، اما در گذشته آنها در زمینه‌های همکاری بر مقایسه با گروه‌های مسلح
به توافقای دست یافتند. این کارشناس روابط بین الملل معتقد است که در مقایسه با پاکستان، ایران بیش از آن که نگران فعالیت گروه جنایت قومی یا فرقه‌ای باشد، نگران قاچاق مرزی است. در این حال هم دولت ایران و هم دولت پاکستان گروه جیش العدل را نشانه خطر برای خود می‌دانند و در گذشته به اقدامات مشترکی علیه آن دست زده اند. یه وجه خبری که یک تحلیلی که لکک بیتا و بی بی سی توکا که انی خبر باز پدر بیگین تو باز چیز گوشک بیگین باز چیز لکک بیگین تو باز حساب کتاب بیگین نیچانا چی بی دیما نی ما چاره وانه رصد کنی چاره چی بی چی نبی دی میں بہرحال فعلا ہمیں رصد و جا کو گریوا کو کندہ کو ہمیں چیز اورانت हाँ डॉक्टर साहब वशत के डॉक्टर दादवाश तो सलामत वजूरे سلام واجه دمه ملک هور گواری برابر ما نا برابر مرداد جان چطوره زبیر دادشاه عبدالواسع مکران علم پارتی علم توار ما چنو خوش کنه अला माँ علم بیا मर्ची माला मर्ची माँ खबर को बाज ची को मशी वस शोत دلی یارتت ما تو چیه کوره تو تکلیف تی روشه نه دوش نیم شپت ما رو گفته این گوانگور پدا یاته که پدا پاچه ریچه گپانا مکن چو درد برابر تکڑا بوشت برابر ہوتی گپ پیسرا من زن تو وش ساعته که لوٹ مارا هنچو چیه کن چک کاسه طبعا تو بله حرف هور تو بچه بجا گوارگین مای شهر هور حرف تو گوارگین بجا شهر نرمک هنچو کیف کن مردم والله کیف هنچی هور کی باشی طبعا بچه چوسی جتا به ورچ تو خدا ماجی هنچی हमें जेते उसी पीदा कि हमें जेता मा होरा गुरा वाजा रजा कचा जेता तीला बेरेंदा بزن दे मिसते جیتی نه رضا بیچاره هری آه کوری نی پیندی بدبخت جتا پتا بنزین جتا آماده کرد مکه کارا وسر او که برباده بچه امیرخان توشی رقیبش کیه منین دید په خدا بچارت شما بله هور گواری په شهری مرداد چه خبر لاله زبر لاله دادشاه چه بر نکن سلام دکتر صاحب در hoca تو چی گما اور گواری حالا اور دکتر جی نو هنچ نرم که شنزی برابر می ماشاءالله محله ماشاءالله هنچ یه دیگه جان نزانی ये तई बरकते वजा तई बरकते ये तई बरकत और गुआर के वजा वाजा डॉक्टर साहब نه منا برکتی بوتی نو ممنی جنده سر نم بیگه بود من پاوا پیپسی پچه نکنی वही هیچ بر क्या डॉक्टर साहब तो आबार ये सही है या गोर्रीज बीता गोर्रीज قهرمان نماینده حزب ساب در پارلمان نیوزیلند پس از 3 بار اتهام دزدی از فروشگاه از عضویت در پارلمان آن کشور استعفا داد. او دلیل استعفایش را استرس و فشار کاری عنوان کرد و گفت مشکلات روی ناشی از کار منجر به این شد که رفتاری دور از شخصیت داشته باشند. خانم قهرمان همچنین گفت که سعی در توجیه رفتار ندارم اما باید دلیل آن را توضیح دهم. شیوره بشری شب دوزی بودتره شب بشری شب دوز بودتگه ربطه او ده فکر کرده بشره ده ऐसा गोष्टा راست که داشتی دکتر راست داشتی ऐसा गोष्टा که بلوچستان ما دوسته का सही नबी نزاته ملک نیوزیلند ادا کمالو که یک جنی که شکلات هست پدا مرد دابی ها گلایت گلای
گلای جنکیت گلایت ایمه سنگتی همساهگه لندرا یک روز من ربط همون سنگت لوگا گوشی کفش نمیخوای من کفش دارم برای آقام خریدم عجب کفش های فلانه بیستاره من گو برو بیارش ولی براش فکر کنه انداز پاش ما باشه برای اون اندازه نیست یارتی تا هر دو یک لنگیه هر دو یک لنگیه من گو گلای ایشان تو شان ایش یک جای یارتا کلام ترا بگی گلای